با عرض درود و وقت بخیر خدمت تمام دوستان. آقا در خدمت شما این با آموزش گره بند پاراکود انتهای چاقو. یه کمی تون صحبت میکنم که تایم ویدیو زیاد نشه. اول نخو به اندازه بند پاراکود به اندازه‌ای که نیاز داریم میبریم، اندازه‌ای که دستت رد چه جدا میکنی و سمت چپ یه دایره درست میکنی. این باید از زیر رد چه، از رو نیاد. سمت راستیه رو از داخلش رد میکنی میاد بالا. یک، دوباره همین کار سمت چپ دایره از زیر از رو گره. این کار رو به تعداد دفعاتی که نیاز دارید گره درست بشه رو پشت سر هم دیگه انجام بدید. اوکی.